سلام به همه شما دوستای عزیز گلم به کانال من خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میلاد هستم. امروز قراره در مورد مومو حرف بزنیم، ببینیم که کی بوده، از کجا اومده، ویدیوهاش رو قراره با هم ببینیم. امیدوارم که تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خیلی درخواست زیاد بوده در مورد اینکه یه ویدیو در مورد مومو بسازم. بالاخره وقتش رسید که یه ویدیو در مورد مومو بسازیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو میتونین کانال من سابسکرایب کنین، با من همراه باشین از طریق یوتیوب. تو اینستاگرام هم در خدمت شما هستم، میتونین از اینجا هم با من همراه باشین. بریم سراغ ویدیو. حدود 2 سال قبل در سال 2018 یک کاراکتری خیلی معروف شد. یه شماره تلفنی از واتساپ خیلی یهو معروف شد که به مردم پیام میداد و یا زنگ میزد، مکالمه ویدیویی انجام میداد و از اونم درخواست انجام کارهایی رو میکرد. مومو یه گیمی بوده که توی واتساپ بازی میشد. میتونستی اون بازی رو انجام بدی و باهاش در ارتباط باشی. تابستان سال 2018 3 تا شماره تلفن که گفته شد به مومو تعلق داره توی اینترنت پخش شد. شماره اول با کد ژاپن بود. گفته شد که این شماره تلفن ها متعلق به خودشه و خودش جواب پیام ها رو میده. فکر کن یهویی با دوستت توی واتساپ داری ویدیو کال انجام میدی که یهویی تصویر مومو روی گوشی ظاهر میشه. یه نفر با قیافه خیلی ترسناک، موهای بلند، چشای بیش از حد بزرگ. مومو مخصوصا توی کشورهای اسپانیایی زبان خیلی خبرساز شده. البته اینطوری هم نیست که به همه جواب بده. افراد خیلی کمی بودن که مومو بهش جواب داده. ولی گفته میشه که اگه بهش پیام بزنی اتفاقات خیلی عجیب و غریبی براتون رخ میده. شاید برای بعضی فقط یک کاراکتر افسانه و یا گیمینگ باشه، ولی در باور بعضیا هم مومو یک کاراکتر شیطانیه که اگه یک بار فقط باتون حرف بزنه همه چیزتون رو میدونه، با خبر میشه. حتی گفته میشه که در کل چیزای خیلی زیادی رو میدونه. نظر شما در این مورد چیه؟ اگه از واتساپ بهتون پیام بده میتونه شما رو هک کنه. بعد تو گفته میشه که زبانهای زیادی رو بلده، زبانهای مختلف از نقاط مختلف دنیا. بعضی وقتا گفته میشه که مومو با کسایی که چت میکنه عکس‌ها و ویدیوهای فوق‌العاده ترسناکی رو میفرسته که توی فضای معمولی اینترنت پیدا نمیشه و گفته میشه که این عکس‌ها و این ویدیوها متعلق به دنیای دارک وب و دیپ وبه. البته که اینا رو اصلا نشونم نمیدن. داستان مومو از کجا در اومد؟ گفته میشه که یک شب برای اولین بار توی فیسبوک یه پروفایل مومو ایجاد میشه با 3 تا شماره تلفن مختلف. همونطور که گفتم شماره تلفن اول متعلق به ژاپن بود با کد مثبت 81. کلاً مردم ژاپن به افسانه ها و داستان های مختلفی اعتقاد دارن و بهشون باور میکنن. بعداً 2 تا شماره از کشورهای مکزیک و کلمبیا به ترتیب با کدهای مثبت 52 و مثبت 57 پیدا میشه. همونطوری که گفتم توی کشورهای اسپانیایی زبان خیلی خبرساز شده و گفته میشه که مومو هم تسلط کامل به این زبان داره و بعضی وقتا هم انگلیسی حرف میزنه. البته بعد مدت کوتاهی شماره ژاپن کلاً از دسترس خارج شد. شماره مکزیک فقط به صورت یک طرفه فعاله که باید شما هزینه تماس رو بپردازید، ولی شماره کلمبیا گفته میشه که هنوزم که هنوز فعاله. شماره ژاپن گفته میشه که برای آخرین بار در شب 11 ژوئن سال 2018 در ساعت 10:30 شب فعال بوده و بعد اون دیگه هیچ وقت فعال نشده. آیا میتونه مومو فقط یک کلاهبرداری باشه؟ نظر شما در این مورد چیه؟ 2 سال قبل توی توکیو توی یکی از نمایشگاه‌های هنرهای ترسناک
به اسم وانیلا گالری. مجسمه و یا مانکن مومو برای اولین بار اونجا درست میشه، ساخته میشه و توی اون نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه. اسم اصلی مومو گفته میشه که مادر برد، مادر پرنده و یا پرنده مادر. مادر برد به واسطه یک شرکت فیلمسازی ساخته شده بود. چرا اینقدر معروف شده؟ چون که وقتی که بهتون توی واتساپ پیام میده گفته میشه که ازتون یه چیزایی رو میخواد که اگه انجام ندین خطرهای خیلی زیادی شما رو تهدید میکنه. حتی گفته میشه که باعث خودکشی چندین نفر از کسایی که این بازی رو انجام داده هم شده. کسایی که بازی کردن دچار افسردگی شدن. توی واتساپ اینطوری با شما ارتباط برقرار میکنه که سلام، من مومو هستم، چند سال قبل توی تصادف رانندگی مردم و اگه نمیخوای ساعت 12 نصف شب روح منو ببینی این پیامو به 15 نفر دیگه هم بفرست. اگه هم باور نمیکنی که حرفام درسته پس منتظر باش. اگه وارد این بازی باشین گفته میشه که شما رو هک میکنه و اطلاعات شما رو میدزده. تئوری های مختلفی در مورد مومو وجود داره. تئوری اول اینه که هکرها پشت این موضوع هستن و دنبال پول و چیزهای دیگه‌ای هستن که از شما به دست بیارن. تئوری دوم گفته میشه که این فقط یه تبلیغ برنامه واتساپه، ولی به نظر من این خیلی مسخره به نظر میاد، چون که واتساپ رنکینگ شماره 1 در بین برنامه‌های پیام رسان دنیا رو داره. چرا باید همچین کاری رو انجام بده؟ بعضیا میگن که فقط برای مسخره کردن و سرگرمی، چون که مومو توی یونان باستان اسم یکی از خدایان سرگرمی و مسخره بوده. حتی بعد این اتفاقات شماره 4 توی شیلی به وجود میاد با کد کشور شیلی که بلافاصله از دسترس خارج میشه. نگاهی بکنیم به چند تا از ویدیوهای مومو که ویدیوی اول گفته میشه که توی خونه این شخص مومو اومده و ظاهر شده، چون که به حرفای مومو باور نداشته. با هم ببینیم. ویدیوهای دیگه هم در مورد مومو هست که به ترتیب با هم ببینیم. Hallo, ich bin Momo und ich möchte dich töten. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Yo quiero estar en la cama sin mirar, sin خیلی ممنون که ویدیو رو من تماشا کردین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینا تقریبا همه چیزایی بوده که در مورد مومو گفته و شنیده میشه. نظر شما در مورد مومو چیه؟ آیا واقعا واقعیه و یا فیکه؟ فقط یه داستان یا کلاهبرداریه؟ به نظر من احتمال دوم قوی تره که پشت این داستان چیزای دیگه‌ای وجود داره که از شما اخاذی کنن و یا
کارهایی که خودشون میخوان و به وسیله شما بتونن انجام بدن. شما اگه با همچین چیزی مواجه شدین، اول اینکه برنامه‌های ناآشنایی که بهتون فرستاده میشه رو نصب نکنید. اگه با همچین چیزی هم مواجه شدید، بلافاصله از این فضاها خودتون رو دور کنید. میتونید این کانال من سابسکرایب کنید، با من همراه باشین از طریق یوتیوب و اینستاگرام. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون حتما باشین. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا.